وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بار اول قتل‌های پرسر و صدای شهر کانیبادام ولایت سوغد را شرح داد. عبدالرحمن علمشاهزاده، معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، کشتار 5 خانواده در این شهر را قتل‌های مقرری نامید. او در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که اینجا هیچ هنگامه‌ای نبود و اکثریت در زمینه مناقشه خانوادگی صورت گرفته است. شماره 3-4 کشتاری که صادر شده است، کشتارها اصلا 3 حالتش آشکار کرده شده است. 2 حالش وابسته به 2 حالت کشتار وابسته به مناقشه‌های عائلوی است. کشتاری شریف‌ها و کشتاری عمروف‌ها. اینا در دایره عائله است. الکی پرونده‌های جنایتی در مرحله به سود رفتن است. وابسته به حالت 2 کشتاری آخرانی که عائله احمدوف‌ها و عائله ابراهیموف‌ها، گروه فوری تفتیشاتی هم از جانب مقامات کارهای داخلی، وزارت کارهای داخلی و پروکراتوری گنرالی در اوجا کار کرده ایستادند. به خاطر سری تفتیشات حاضر ما پرا همه اخبارات را نمی‌بینیم، به خاطری که پرونده جنایی باید همه طرح حل و فصل چه بیاورد، بعد گزارش پیشنهاد کنیم. در اوجا دیگر یگان هنگامه زیادی نیست، کشتارهای مقرری است. از زمان نخستین واقعیت تا حال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره این قتل‌ها خبر یا شرح نشر نکرده است. ساکنان کانیبادام میگویند کشتارها به هم مانند بودند و آشکار نشدن قاتلان باعث واهمه در همه منطقه شد. در آخرهای ماه می و اول ایون نوارهای نشر شد که افراد سیاه‌پوش و شبه‌آور در کوچه ها می‌گردند و احتمالاً قربانی‌های نوبتی را می‌جویند. مردم با اشیاء خانگی مسلح شدند و شبها نوبتداری می‌کردند. آنها می‌گفتند مقامات تنهایشان گذاشتند، اما معاون وزیر این همه را تصدیق نمی‌کند. من نمیدونم برای چی. من شخصا به حیث معاون اول وزیر به جای حادثه رفتم و تمام اهل زیای شهر کانیبادام را جمع کرده در 2 جماعت پررا وابسته به حالتهای کشتار من برآمد کردم، تمام معلومات را دادم. یعنی مردم با خبر است از معلومات. منبع‌های رادیو آزادی از بازداشت شدن یک نفر خبر دادند و نام و ملیت آن را آشکار کردند، اما وزارت کارهای داخلی این معلومات را شرح نمی‌دهد. بازداشت را هفته گذشته رئیس شهر کانیبادام تصدیق کرد، ولی از نقل همه گونه جزئیات خودداری کرد. آوازه‌های از بیرون کشور آمدن قاتلان شبهه‌هایی را در بین اهالی به میان آورده است که مقامات از تاثیر منفی خبر به رابطه تاجیکستان با یک از کشورهای همسایه‌اش نگرانند و این سببی مخفی داشتنی معلومات شده است. این حال به وضع روانی اهالی منطقه بهبودی یا سبکی نآورده است.